شما توی معرکه ها دارید، لیک آمده به قسمتی نوارگیرنده ها سرگرنگ هستید. سرگرنگ نشوید دوستان عزیز و ارجمند. استودیو عزیزان ویدیو این معمای شما را حل خواهند کرد. کارمندان کسبیتی والا داشته با تکنیک و تجهیزات های زمانوی توی معرکه های شما را در یک مدتی کوتاه به نوار گرفته با صفت اعلی تنظیم نموده به دستک شما میسپارند. استودیو عزیزان ویدیو مراجعه نمایید، ما در خدمت شما هستیم.
تشکرهای زیاد میگوییم. سلامت باشم. زنده رحمت باشید. باشید. السلام علیکم مخلصان حج و خانده و نفرانی که در حقیقت هم برنامه گپی ما رو، برنامه حجوی گپی ما رو طریق از HD انتظار میشوند و این اگر روی برای شما ما از آینه نیلگون شما باشید در خانه‌تان نشسته ما رو این تماشا دارید. عزیزان دلو دیده من گفتنی هستم که آژانسی تنتنه تقدیم می‌نماید برنامه حجوی گپ. ما چون همیشگی در طرفخانه گویم زیتون حضور داریم البته و اون نفرانی که برنامه گذشته ما رو تماشا کردن ما البته گفتنی هستیم که ما جای مکانی برگزاری رو عوض کردیم، یعنی که از وای طرف زیتون این طرفش اومدیم باز هم جای موضع زیباتر با. خب چون هر وقت گمان میکنم که همین گپا لازم نیه 30 نمودی طعام اروپایی ملی ما این چیزا نمیگویم، اویلاتون که بیایتون، دوستاتون که بیایتون، خویشاونداتون که بیایتون گفته نمیگویم. و باز نمیگویم دوستانی عزیز که ما رو استودیوی نواربرداری عزیزان ویدیو نوار گرفته شدن و هم نمیخواهم گفتن که کارمنداشون همه کسبی هستند، تکنیکا و زمانوی توی معرکه‌های شما رو در حقیقت با صفت اعلی نوار رو تنظیم میکنند و عموما نمیخواهم درباره همین یک دوستی عزیزمون ظفرجان که خوشنگ لیبل به راهبری دارد و اپاراتور آواز دارد و معرکه شما همین یک تلفن میکنید، تلفنشو گذاشتگی من یک دم رفته معرکه شما خوش بکره گذرانده میاد گفته اینم نمیگم دوستانی عزیز و عموما نمیخوام درباره شرکت‌های سرپرست گپ زده باشم عزیزان، درباره همین شرکتی مول محصولات گوشتی عزیزی که چندین وقت باز با همراهی ما 100 ساله شون میگویم مول محصولات شما صفتش به عموما گپ نیست رفیقا، از نقطه‌های فروش در قلمرو ولایت جمهوری خریداری کنیتون گفتم گپ نمیزنم عزیزان، لیکن درباره همین سرپرستی مارتین باشد عموما رفیقای عزیز من امروز گفتنی هم نیستم، لیکن میشکنید که خرسی میکنه باور کنید با ظفرجان ریور میتیان خرس باشید سلامت باشید. عجیب دانه های آفتابپرست از شرکت مارتین دوستانی عزیز و ارجمند میتوانید از نقطه فروش خریداری کنید، با همراهی عائله نشسته برنامه گپ رو وقتی تماشا میکنید یک از همون خلطه‌چش گیرید یا دو تا گیرید، این تماشای شما باز هم راحت بخش میگردد عزیزم. و باز یک چیز دیگر یادآور از آن میشویم که دوستان گرامی قدر چون هر وقت شمایان عزیز در شرح نویسی خیلی فعال هستید، سری ما با آسمان میرسد عزیزان، باور کنید یاد کردم من، باور کنید من میگم که الهی دستی آن نفری که شرح مینویسن در نکند. یک کس البته یک کس نوشته است که درباره لطیفه ها از افندی هم شود گفته، من برای همون دوستانی عزیز که درباره افندی آنچه باز مثلا گیریم یاد کردن میگم که افتابوز رفسوس افندی آشناشان کتی بلیت گیرک آمده است، مرحمت کرده بلیتی شما گفت آشنای افندی هم من آویدی گفتیم بخشش گذارید این طرف با شما بلیت گفت من راویدی گفتیم گذارید گفته افندی با هم دیگه شما گفت من ابیوگی دی الان شما پلیس یک کسی میتید گفته است. خب تماشاگران عزیز و ارجمند من میخواستم پیش از همه یک بار دیگه با اشتراکداران برنامه گپ شما رو شناس کرده گذاشته باشیم، ایلیاس جان و هلال‌الدین. لایحه بای بابا از خود شهری کنی بادام شهر دوستانی عزیزی ما غیرت جان و فرخ جان. اکنون میگه با آرامی میخوام عزیزم، آرامی باش، آرامی میخوام، آرامی. امروز رسو ساعت 18:20 محکمه بهردین تولد شده بود. هپی برزدی هپی برزدی هپی برزدی هپی برزدی رحمت امروز 18:20 در تاجیکستان زمین ما شما از نام تمام اشتراکداران برنامه گپ نه تنها اینجا به نشستگی پسی کامرانگی ها هو مرد که دور انده کو مرد برو افسوس علامه همونای هم شما تبریک تنصیحت باشید، سلامت باشید. چی گفتنی شما؟ محکمه بهردین اکامای تبریک میکنیم زاد روز کردی وای آدم افتشان سین سالشان جوان حاله این موه نگاه کرده گام نزنتون وای همش همون شعرهاشان یک فرامده کل شدگی یک شرح به سوال دادیان که همین عنوانشان چیزی شاعری خلقی می چیزی اینا کی شاعری خلقی شما فهمیدن که سرشان به موه نمیماند اینا شاعری مادرزاد
وقتی که اینا تولدخانه بودگی و خواهر عزیزی ما اکوشر گینکولوگ رفته اینا وقتی وای به مادر به یاردم کنم گفتگی اینا از همونجا مثلا گیریم سخنهای از زمین نانریزه ها را چیدیم. اینا شاعری مادرزاد گفتید برای همه شعرهاشون دیتسکی ها. دوستا به هر حال بودگیتون به شکر. شما هر برنامه یک شعری نو یک متن نو میبرید اینم یک نوران علی نور زنده باشید واید برنامه سرکار لطیفه گفتید من میترسم که دوسیه برنامه جای من نگیرید عبدالخلیل از دیهی مردمش زنده دل رومان شما اومدید انا دوستی عزیزی ما بهادر جان یعنی بهادر جان و دوستی عزیزی ما علاوالدین جان خوش اومدید علاوالدین از لایحه استنداپ دلیر جان و شریف جان برادرای دوستانی ما خوب همین نگاه کنیم اگر مردمی زیادی که طرفدار این برنامه هستن تماشا میکنن البته همشون میگن که وای دفعه ما مثلا خواهش کردیم که لطیفه تلفنتون که گرفته ثبت کنید خیلی برخی نوشته فرستادیان خیلی گرم نیم لیکن با یک بار دیگه تاکید میکنیم که تماشا بیننده عزیز شما باید که با تلفن همین خیلی خودتون نقل کردن نوار بگیرید لیکن بودند امروز ما البته یک صحیفه داریم صحیفه از لطیفه از تماشابین ما حتما اونجا برای شما پیشکش میکنیم خوب دوستان عزیز و ارجمند بازار پنجشنبه بازار کلانترین ولایت یک زن آمده نگاه کند که یک بچه همین رنگی محکم جان باین دستش کیسشن یه سیمشکی مارتین خورسوسو میوه جات فروسوس نه میوه نه وایده این چند پول گوین 1 کیلو 300 تومان اینا نامش چیزیه گفت اینا راستیگه من خودم نمیدونم میوه ناو گفته است hani یکو من خونه برم نبیره هم میبرم 300 تومان نامش گوید یکم چیز گفت نامش نه خاله جون گفت خیلی یکم چی گوید بیخی می پیاز می چیزی می گفت و بچه‌ام ها بیخی نباشد خاله گفت بیخی 300 با نمیگیرم افتم رفتم یک تا اکاما ما فقط خانشان جنگ و جنجال بود است که اما خود میامده مس میامده هوشیار نمیامده فقط همین هر روز خانشان جنجال بود است اپگه نمیخورید گفته وای شرط مانده پگاش بابا همین هفت من خیلی آمده ما گفت با اما خودید میگید بس کردیم ما نمیخوریم دیگه گفت اما خودید که شما گفت هم گفت نمیخور بس کرده دیگه گفت اشود نباشد ما هیچ زمانه هیچ دنیا همه هیچ زی بحر هیچ بر هیچ ما پیش گفت چی گفت است گفت تو که چیزی گفتی ما هیچ اما خودم گپت همی گفتم انا ما کوی گفتگیتون آشناش که چه رپره شده سو کامل جانو میشناسی می گفت ها کامل جان می بانیسو فرام داده انیماسیون چرا من دینه دیدم کلچکی خوش لو که گشتگی بود گفت همون زنش هم دیدستی بود قسمی حربی کماندر یک سیت سالدت جیغزه دیانو کجا میشی جواب رسول افتاد اینجا بیست تو کجا میشی ظفر آباد افتاد اینجا است تو کجا گفت اکاری بادام افتاد اینجا است حاضر هم من مارکتینگ بازی کردی گوش کن تو ما نمیرز دیراج دینیم زادرو زمانه کسی که عرق بسیار خورد هم با یک من اپس کمیته هم افتاد سانی و جواب رسول چند تا میخوری چند شیشه میخوری مرد هفته 4 تا میخورم افتاد تو چی این طرف ظفر آبادانگی من یک 6 بوتل میخورم تو چی کنی بادامی 11 تا میخورم افتاد و خودش 10 تا شیشه ها اینجا نمیگه یک تاش ما آوردگی خودم درباره قسم حربی گفتی تو کماندیر گنده سخت بلیچکی فوتبال بود هستی سالداتوی قطار کرده یک تاش برفت تو کدام کماندیر بلیچکی میکنی گفت سیتی و گفت یا لغا زاده نامش پر گفت منچستر سیتی گفت من نمیخوام شود دویمش بامده تو چی گفت یونایتد یا لغت ویام زد نامش پر گفت منچستر یونایتد گفت من نمیخوام شود گفت سایمش سالی تاساجا بود آمده تو چی گفت منچستر بارسلونا گفت یک آدم نوشته است که این قشمان بعد مستوی گام میزنید دیگه تیما تو هم نمی دیگه موضوع نیست میفته برای همون کس یک مردک بسیار مینوشیده است آشناش این بدتر بود است حاضر خانه میره زنم من قندینکم میگه به خدا قندینک میگه تمی اول با اگه قندینک گفت 10 تا 07 میمونم من پولار نیست گفت خونم فروخته 07 میخرم 10 تا افتاد شیشی 07 یک خونش به اومد یاله در بیاد داره تخت کرد قندینک من آمدم گفت زنش اونجا قندینک اکدام گور اومد اونجا دام گوش افتاد است یک کم گپاش چیزی بود گفت قندینک برفتیم
شما درباره همون شهر کمیتاری گاوزیدو یک کارخانه کلان راهبرش کارگراشو جمع کرد دادارو برادرو کمیتاری ها زیاد شد نسبت کارخانه همه آدمو کمیتاری بعد نمی‌شدن چی خلاصه چیکار کنیم برای پیشگیری این کار گفت ایتاش بس باشه همه کسی اگه شکایت نمی‌سیم همون زیر داشت به خواهش با چی پیشنهاد یگان جواب نمی‌دیم اینم نقص یک تاش داد که کار درست کنیم نمیشه میگه از این نویس کرد همین اصلا گریم اگر بهادر جان لبه همین نگاه کنید اگر مردم وقتی که شرح می نویسن چی میکنن همین برنامه گذشتگی به بسیار فرخ جان غیرت جان بسیار چیکار کردن همین آمدی فصل زیبای سال بهار به آدمیزاده الهامش میبیاد همین خیلی دیدگی ها میگن که فرخ جان با من گپ آمده است هم ندیدگی ها چی؟ ندیدگی ها این و حالی فیورال و شکوفت است گل مگو فرخ جان دیدگی ها میگوید که همین عبدالخلیل با به وقت رکک آمده است این دفعه گپ به ندیدگی ها چی؟ ندیدگی ها بعضا گرکا میگن که هیچ کم نمود دست میمروز دیدگی ها این برنامه به اولین واحدوف نامدی هم ندیدگی ها چی؟ همه نه اولین واحدوف همین شما هم علاوالدین جان بعدی همون سنگپوش دیگه من یگان تا یک سنگپوش بانیش نشونی سوزیم یگان تا با یگان تا یک دیگه شروعش گپ زنید اولی سری برنامه مقیمکا درباره افندی شود گفته گپ زدید کو افندی خود جناس افندی هم دور جنگی 45 به موبیلیزاسیون قبل برفتنده همه وای اورسو شینل پشتگی دراز این همون تپیچی چارقیریو چپونچه های بی قسم پشت میام بستگی روی مول که زمستان بود استه قبل برفتگی موبیلیزاسیون aynı جنگ توپلنگ بریست راسو پاقا انداز شده است همین یک تیر آمده همین چپونچی بی قسم افندی تشکه گذاشته برفته است اگر چشمم میزد اتوی چاد میکردیم وقتی جنگو همه علاوالدین با این آدم گروهی پارتیزانی به خوش شدگی همین خیلی نگاه کرد قشلاق برفتینو یا بار نیمیسو اکروشنی بیاد پشت صندوق بخوشونو پفتیم نیمیسو وقتی برفتی تق دام تو جیم شد است اینا آشناشان اندریو خود است اندریو خاتیز دست گفتن یا شود تی توشن نیمیسی اشلی گفت یا گفت است اینا افندی گفتنو افندی خانهش بشیده اشوله گفته است اشوله گفته است نه توش خنوک بازی سینگوری علاوالدین با این علاوالدین توش خنوک زنش دست اینا وجه محکم که مکر علاوالدین نظرش نکرد زنش دست که التماس این توش خنوک تونه خود دعای نکنید اشوله نگوید گفت این زن گفته است همین سر دوتا نامم دوتا سری حرفش گرام مونیگه من اندیمه شدم گفته است همین جنگا همش تمام شده است عالم گلستان شده است یگان خی تیرو تفنگ نبوده واسه زوادات تمام نوبتی جنگی کسب و کار آمده است کنایچو دویرچو کی جنگ بهادر پلیم بخوابدیم بهادر دستو پوچکش بستگی خیرالله انتکی شده اکمال گوجان دارد نمیگویم گفت سیم های تلفن رو کی برید گفت نمیگویم کی فرمان داد گفت وطن گفت است سنیفت است که بریتانی نه حساب شیو بیتون تشنت هم گرفته برافسوس بیند آبولی ستول بهادرم ویلکی گیت خودش بخیر تقنصوستی ها گفت هیچ گاه پستی من دایره نمیکن تامفته سر سپرده ده مقیم جا نکوی اکو همه میشناسد کو اینا یک تا آشناشاگی گوار زدی که من ویس جهان همه میشناسد گفته گواری سخت زدی تو من پاپی ریمسکی همه میشناسد گفته لوبای کس میشناسد یا محل پیشی وایب برادم این مقیم جان خودم این پیشی این مقیم جان انگلیه برادم این مقیم جان گرمانیه برادم مقیم جان همه آدم کشاله کرده پاپا ریمسکی پیشش بوده است سال پاپا ریمسکی مقیم جان آمدید می گفته سلام علیک کده ایستاد و آدم پایین بفرمایید که نیگر گذشته به رفتاسی که بود از نیگر واسه تاشنه همین پاپا ریمسکی باشد می مقیم جان من فریب داد می گفته نیگر جرز اینجا بیا گفته همین آدم پاپا ریمسکی می گفت نویش نمیدانم یانشانی مقیم جان گفته دخترای حاضر به گاب نیست کو ریگستانی پنجشنبه ات زنک
دعا کنم گفتش نه دخترک آمدسو حتی دعا کنید گفتش الها یک شوی بای کنید گفت دخترک های حاضر به این گپ نیده من به میانه رفت در کنید خودت باشم گفت درباره دخترها گازده یکتا دختری تجربه داره سینی سالش کلامشون پرسیدن که خیلی من شما وای زمان هم دیدید یعنی پیش از شوروی هم حاضری هم دیدید همین پیش همین آدمای بای خوشرکت شنا شدن به چی خلال میرسونده حاضر چی خلال میرسونه دوره های پیش یک شرم می داشتیم شرم ها خلال میرسون شنا شدن به حاضر چی گفت حاضر کنکورنسی هم مویل گفت دو تا دخترک خرکی تو باغانش دیگه گلی گفت بهش هانم لالی گفتسته حالا بچه چی خیر باشه نه کشته چه دیگه من نمیشناسم لیکن گنده خوراک میکشد گفتست دوتا پاراشوتیستا از سمالیات پاتشتیانو خیلی پایینو بالا برافتی اکتاش پایین نگی گفتست که سیب میخوری میگه ها میخورم گفت سیب داده است یک با 200 متر پایینتر فرام دیگه با سیب میخوری میگه ها میخورم گفتست با کمک پایین فرام دیگه سیب میخوری میگه ها میخورم گفت سون بالا نگاه کرد گفتست که تو همه سیب آگجای افتاسی گفت دیگه این سومکات پرپری سیب پاراشوت نیست گفت پناهت به خدا گفت برات از اینستاگرام به شناسایی بسیار کو اینستاگرام تونگ تونگ از سلام شده است این دخترک به نامی من عبدالله جان گفت دخترکم نامی من نگاره یا به صورتتان دیدم مکیمی مرحمت پرتدگر شما چی کاره گفت دخترک سوال دست من معلمی باکس دخترکم صورتش پفته من با کو تیلیخ میشی گفتم ولاد این بچه نوشته است تیم صحبت تیلیخ دکار نه گشته بعد دخترکم دست او رات نوشته رحمت یک تا بچه سخت پولدار بوده سو زن میگفته شده سه تا دخترت همین تایله کده هستش به $50,000 پول داده سو بعد یک ماه وا میخوریم من عقبتان تایله میکنم گفته بعد یک ماه رواد یکمش همون $50,000 به یک دخانگی خانه گیفته کلیدش آورده دستی همون بچه من این خانه شما و من خانه گیفتم پولتان به من روزگار باب داده دویمش یک تا ماشین اینا مارکه قیمت گیفتم نام شما و کدام من این شما و tak سایومش چوک دیگه باشد گفت سایومش $50,000 پولتانه گیفته عبارات کده $150,000 کدام من پولتان گفته تیات اکو کدامش گیرم گفته اوی کده اما فیگورش نازش گیفته است دو تا شکارچی بعدی اکو شکار اومدگی یک طرف بشته علافچه بشته صحبت کنسینو خانه با شکار بام رفته کی بدم خانه با کروسی گپ من برو مگر یک هفته اینم برو شاید شکافه کشودم و قپقان برای خیرس موندم و برو رفتم گشته بیام شتیانده یاری زنات میگوید نیه خیرس Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. В любой ситуации и на любой планете семечки от Мартина всегда с тобой. Семечки от Мартина. Качество всегда на высоте. میگذاریم یک صحیفه بسیار نافگانی داریم دوستی ما دلیر جان از لوحه استنداپ صورت ها عکس های بسیار عجایب را از اینترنت اینجا جمع آوردگی هستم بیایید یکمین عکس را میگذاریم برای وی یا نام میگذاریم یا یگان گفتاری عجیبی گفتن داریم کامنتاری میمونیم البته کنی یکم عکس رو نگاه کنیتون به فکر ما این وای کابینت ناوی برنامه گپ این همین وای گفتن کو سه بهادر جان مقام کو بالاشون پنجشنبه یونشون و استانکی ماشین گفتن کو به فکرم این هر روز همین پانکراتین دارو میخوردگی بابا نه این حجره که بین خانه علاوالدین و هلالدین بهه یک قطاره با همش یخل تو بگیرم خواهیم یک گذاریم مردک که با عربچهش به نهایت یک پرواز خوب دارد
مقیمجان عبدالفتاحیف پرواز دارم. سلامت باشید سلامت باشید. این بسیارتر مانند است از طرف جبار رسول فاموسوسی که مردک بیو. که به هر حال من گفتنی هستم که همون تخته که چوبه که صورت دورتره این صورت. شما سیب قند کردید می؟ اگر هم تو نگاه کنیم اگر نه پای مردک نه چرخی عربچه به زمین نرسیده شده است. سیب قند بوینه که این بخیال رشته ایستاد از بچه. خروج چقن. قلافره مول خودگی و هوا سادگی. این مردیکار آمدگی و کار تمام شده مردیکار پولش دادگی شمال با این پرده برافت. به خیالم این اربچی نواب روم دیگه اربچی وای لیتایشی ها من به حیران که شما لیتایشی متور گوجانده متور پشتنده کو نه این وای خیلی لکا خاکی گوره دوزه برفت آسیا. این خیلی لکا میدو زمت که اپوین کدام تیله کرد خیلی لکا گر میکنم گفته وای به مانا زمین به وای بهدار شده خیزد از تحصیه این سکلیت ها بعضی خاکای تازه میبروده. البته میگذاریم این زنی که بالای یک جانوری بسیار عجایب نشسته است یعنی که دوگانه صورت گفتی هم دوگانه صورت این زنک شوشه به جان حالش نمونده شوش برفتگی الان میشه این کرکدیل گفته است صاحب جمال و مخلوق بالانده. وای رئیس کرکدیل میپارد گود میپارد فکر اسی هم رئیس میپارد فکر باشه عمده شته هست. اینا کاتبی رئیس هست اگر کاتبی هم میخواه باشد خب محکم جان شما یکان فکر کنید این زادروزی شما دوستم الان این یکم بار هم تو نگاه کنید دیگه چی میگوید همین بار هر دوشم زیبا میگم هر دوشان زیبا شاعر رسام خودش دنیای خودش کیم بیند فاطمه زهرا باید خیلی بعدیگر مانند اینچه باز بیکار شعرهای همین باور کنید یا زادروزی وای به محکم جان میآوردگی میکرد کدیله او پکاف کرده نه این زنک روزی معاش شوهرشین مثلا همین خیل روزی معاش همه مردکا همین خیل باسکو دیگه چارتنگ خودم به مومد یا امروز اوجینی نصب کنم می البته یا مثلا گیریم این زنک مثلا بازاری مولی حاضره یعنی ما بنتونگه بازاری مولا بندگر مردکا رفتون تو یک قپیده سیاس کنیم بیند کو این بازاری کرکدیل فروشی به زنکا سوشتن بیند به اینش اکو من یک فکر کنید تاچنا مقیمجان عبدالفتاحیف یک قندش زند طرف جبار رسولوف به دوگانش بهادر کافتن برفسن این به خیالم نه سلیمان کو زکاز برفت این به خیالم شاورش گرکه برفت گلبهار بعد برنامه خندگمون برفت است نه این میدونتون حاضر قرار نبرامد اوتیلیزاسیون هلالدین خصمات رو نگذاشته ما تسکیل به گذاشتگی علاویدین همون جنده ننموسا رولکه بشته است گید نه این زنک متزنده یو این یانشنگی لولکه دیو وای ماشین اوتیلیزاسیون شدگی ماشین اوتیلیزاسیون شدگی یا پیش بشتی هم علاودین کار لیکن یک چیزی همینه فهمیدم که رفیقان زنها با کسکه هم روی مول هم یک خیلده و چیز فرقش نیوه ها با از وای طرف آموساسه که شافر به خدا قوت دید یا دیگه ماشین آموساس کو وای طرف خب به هر حال زنهای عزیز و ارجمند شوخی میکنیم لیکن در حقیقت امروز ها نگاه کنیم که زنها ماشین سوار خیلی زیاد هستن همتون نمی همین یک تانکوچه دیگه راه نیست یک تا شما این طرف یا شما زنگ این طرف چیکار میکنید شما زن بر راه میتید یا مجبور میکنید و یک آدم قفا با هیکل برو میشه راه میتید راه میتید با مو سری تانکوچه میرید شما سلامت باشید اگر راه نتید بالاتو میگذاره این تستی پسیخولوگ آرنل کارنگی بود است که زن کلانو همینجا معلوم شده است اگر شما گویید که نه قفا بگیرد من هفته میرم گویید اگر اوجه شما مردکی که گپتان گپ بود است خانم این تست بود است این پسیخولوگ علاوه بر شما با من زوی دوت نمیکنم دادم کراش آتیش گذاشتید نه آتیش گذاشتید چونکی شما همون سوال به میگویید که سر رویلنده هلال بود میگویید خب به هر حال سلامت باشم میگذاریم با صفحه دیگر کامنتاریا از تماشابین دوستان عزیز و ارجمند شما بسیار فعال هستید نوشتن و بنابراین این بیایتون اکنون ما هم از روی نوشتجات شما کمی باشد هم یک تحلیل کنیم نوشته های شما رو مرحمت دلیر جان اولین کامنتاری که به چشم شما غیر عادی نمود غیر عادی تافت ها آخرین نشر چلیکم به
чун нестаги баҳодур карнаи навоз мегӯянд асёқам дурӯғ будааст ҳар гап ваъда медиҳанд як карнаи навозӣ мекарданд ҷудоям мо хурсанд мешудем баҳодурҷон ин санг агароти шумо ба من دو سه بار کرنه آورده نوازم میگم این جای وایب تنگ میگفته نوازم اکو گوش کنید اوکاجان این سبب نمیشد ما برای کرنه شما شده این بومش دیگه خیلی جواب آمدیم دیازه شما نشود یگان مثلا گیریم یگان چی گم کرنه بونه چی هست این کس نوازن یگان دردی همون آدما برات که مثال نواخت کو مثال من همین وعده میتیم که همین او وعده یا بردیم که مقیمکو اسفراندا و بودن که دست که می نوازن جمالدین کو من دست که می نوازن هم hayot bu navoxta megardan bu agar sharoit vazbem fromda monan agar dast ki ham ayo navoxta metyapti خب برنامه دیگر رو ما انتظار شویم هم تو لیکن اگر از برنامه دیگر ببینیم که شما نآوردید دادرم من نمیخوام صبح سرخ زرد شدنده پیش این بابا بیارید یک بار نوازید یک بار مردم همون آدمایی که تشنه آوازی کرنه شما هستن یا با سیر شوند چی گفتید مرحبا инак давом медиҳем чӯи чӣ намехӯрӣ тонфутсян من برای همون سوال نه چی به هیچی نمیخوری تو خیر دلیر جان راست یه روز من بیام گفتم که چی نمیخورم اما خوریم کی گپ میزنه تلویزیون با ها اکو راست گفتاس با همه خیلی گم نباشد محکم جان خودم گفتوسیا شرحی نوبتی шаҳри навбатӣ мани дута шаҳр як ҷоя истодааст якта ҷонда якташон несте ки шеърои нари тоҷик ба пеш нестиги пойнишонги ҳама гапатон маънӣ надорад ва карда механдон شعرهای نری تاجیک به پیش گپا معنی ندارد اینو هر دوشون گپ سگیاشون میامی بها شعرهای نری تاجیک یعنی که شما شعرهای نر محکم مالا تو تعیین نظر با همون انسان با همون نوشتگی آدم به یک گپا مای مایلش میگویم اکو جان گپای ما معنی ندارد مرحمت درگاه ما واسه یک عمده گپای معنی دار زده بروید ما هم مزه کنید نه و یا صحبت کردن گپ زده نوشته موندگی خودشون بیخبر موندگی خب گپا معنی ندارد البته ممکن است که یک کم فایزی راست باشد چو گویتون همون بعضی کلمه های ما روسی میگوییم برای همین ممکن معنی ندارد بخاطر مثال تاجیکی میفهمم بنابراین حرکت کرده تاجیکی گپ زنیم اگر مثال اینا گورکوف نیو قاورکان از خلیل میفسرم قاورت میکند مثلا وقتی که بعضی لطیفه انکدوت نیست لطیفه گفته مثلا از سویتافور گذشته ایستادگی بود است جاش به از چراغه که راهنما گذشته ایستادگی بود گفته نه گفته نمادر کن اکو خنداور نمیشد نه چرا نمیشد یک از چراغه که راهنما گذشته ایستادگی بود یک خادمی بازرسی دولتی اتومبیلی من نمودم گفته نمیشد یا مثلا این خیرش می روزی از روزها مادر با دختر تقریبا ساعت‌های 18 بیگاه نشسته صحبت آرستند مادر گفت دخترم از این مبارز رسیانده که دخترم چی شد که سبب چی که یک باره قند سفید میخوری؟ دختر گفت یک بار دلم کشید مادر نه من میفهمم که دلت کشید دختر لیکن برای چی تو قند سفید حاضر کردی؟ باز 5 دانه مادر جان چی شده است؟ خوردم دیگه دختر جان تو از این پرسشی من هر خیل فکرهای دور و دراز نرم با من فهمم که برای چی تو محض همین لحظه ها 5 دانه قند سفید پرتافتی او مادر چی گناه کردم مادر گفته است دخترم آیا عاشق شدی مگر دختر در جواب گفته است نه 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 ما باید دایره نوازم بعدی همون نه نه تو عاشق شدی نه 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 برای چی بچونین خلاصه آمدی آچه گفتم میپسد آچهش آخرین گپی آچهش آخر تو بالای کرمشور با قند پتفتی این لطیفه این نویل شد این یکمش دومش قند سفید رو انسان باید سحر از خواب بر وقت خسته دست و روهاش شستشو نموده
دندانها را آرا داده بعد یک برده نان سفید مهنتی قطی خوردنش لازم است این نویرله شد نویرله اینه کن باور کنید بهادر اصلا این گفته های شما من هم به وجد آمدم و از زبانی خواجه نصرالدین گفتنی هم حتی گوش کنید حتی لطیفه میگویم اگر خیر رواد اگر سوچه درست کن 2 ساعت میگذرانی من خیلی خوب میگم حتی لطیفه میگویم هم تو و تماشا بینایم بعضیشان آفرین گفته من نمیخوای قفسک زده میمانم آفرین گفته کده میمانم اگر موسیقی بشن برکالله بچم روزی از روزها چی به میخندید این سرش ولی میخی بیایتون همین خیلی شروع کنه بکنیم روزی از روزها مرد یکی بسیار مشروبات اسپریتی می نوشید به خانه خودش می آید و زن که از این عملهای ناجوی شوهر جانش به گلویش آمدگی بود میگوید که من خودم رو میپرتم از دست تو بر این مستی عرق نوش مثال هشتم آشیانه بود است برآمده یگان مرد هست میگوید پایلند دو کس دیگه برفت بس عرق چقدر گفته است یک تا زنک 30 سالش کلا زنک автобус به برامدیان یک قطار مردکا شده یگان دوشان خیسته جا ندادی همشان خودشان خواب به انداخته ایسی یوز کدیش نه ما بینی وای برامده این دنیا به مردکایی بتونم نمانده سه گود یک تا چشمشو کشاده مردکا بسیار خاله جا فقط جا نیست شتم بگو درباره ضرر سیگارکشی و مشروبات اسپریتی نوشی من بسیار خواندم بعد گفت از پگاه میپرتایم نوشیدن و اسپریت نوشی را گفتم من نه خواندن را گفتم سوالها از بهادر جان صحیفه دیگری ما مرحبا من یک چند سوال میتیم اینم باید شرحاتان به جوابی درست دانید نویسید من سوال شما بایم داخلش هست یکم سوال کدام پرنده روزی جمعه نمیپرد برافت وقت تینگ 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 کدام پرنده روزی جمعه نمیپرد جواب از کنی بودم مرحبا اگر خطا نکنم پرنده بریان شدگی کدام روز مرغ فرض کردیم یعنی که پرنده مرده ها بریان کرده شدگی یعنی زنده نیه که زنده بریان نمیکنیم که مرده همون روز نمیپرد که خد جانش سپردگی می جبار با تمام پرنده مردگی راست می‌فهمید اینه کدام پرنده روزی جمعه نمیپرد پرنده روزی پنجشنبه مردگی دویم سوال دو کس پنج پارتی شاشکه بازی کرده بردیان دوامش های اینه چخیل فهمیدن در کار دو کس 5 پارتی شاشکه بازی کرده 5 پارتیگی بردیان تو اینا نویسنده نرمالی بودی ها خودت 5 پارتی بازی کردگی و 5 پارتی هر دوشون بردگی 5 پارتیگی بردگی بچو من که شما جیو همه جی این من باید محکم جان جواب دید ممکن بازی دو رنگ مثلا یک رنگ شدگی مثلا نه وای دو رنگ با بردگی حساب نمیشد که ممکن وای رپروی آینه ویشته باز کردگی باشد خودش که نه وای خودش بازی نمیکند نه دو کس بودگی در اصل ورسی کنی بودم مرحمت شکل جوابی کنی بودم یا شکل جوابی ما همین که فرض کردیم دو کس اگر 5 مرتبه برده نه تکراری سوال نه جواب ما سکی روام اکو سکی نوید بی وقت میشد رد ما الکه امروز بی وقت ماندیم خانه رفتم به الکه خانه دید کلاس خانه کی بمیریم اینا اوجه بیاخ موندن دو کس با دو کس کسی باز کردگی 4 کس این مردک دو کس کسوز هم خیلی کس یک کشی ها این اکو جوابی درست دادم وای دو کس علاهیده دیگه کسا که بازی کرد به هر حال کنی بادامی ها همیشه جا هایش من با صاحبی زادروز سوالی سیوم این منطقاً فکر کردن اکو لازم است کارتوشکا یکم بار کجا با پیدا شدگی زمین با کی فکرش هست خوک به خانی کلاراتسکی ژوک با
بچه کش به بردگی داره نفهمیده آوردگی ها این سوال جوابی درست دادن اینای همشون جوابی درست دادن به غیر از شما کلارس که شکم بچه دورک کو بیام میسو اكو سوالی چهارم انگلیه و یکم جا دانیه و دویم جا برزیلیه و سیوم جا تاجیکستان و نیست حرفی آ سوال تا آخرش گفتم شریف جوانا فعال این جوانا کتابی منو شما میخوندگی نویستگی ها به هر حال باز داریم با دوتا هست مرامت چه خیل ساعت یک سوتکه و دوبار وقتش تغییر نشان میتید وایرون باشد چه خیل وایرون یک فهمانده گویید شده غلطاندگی می آب ساعتی درم وایرون هم در یک سوتکه دوبار ساعت درست نشان میده چون که یک وی معین به قرار داره ایستاده ماندگی همین چه دوبار همون ساعت همون وقت میبیاد همون ساعت به ساعت و وقت به نمیبیادو وقت همون ساعت به درست میشه اگر که بطری ساعت نداره حاضر بطریه نیفریچه هم جان از طرف ما ساعت وایرون خوب میکرده خوب شکل جواب کو تکرار فهمونید کدام ساعت ساعتی وایرون ساعتی وایرانه تمام همینا همین قبل وصیه کردن شما هم مالش کنیم برام راست یک مجرای آب به دوبار درآمده میشد می نفهمیدم انا می منم فهمدگیم نه دادم مخبرك تاجيكچه گفتید تاجیکچه گفتید مجرای دریا به دوبار درآمده میشد می یک وای تو باید بار جواب نگفته چی دای نتون مرامت سوال هست با последний سوال آخرین سوال ماشین طرفی دستی چپ گرداندستی وقتنده کدام بالونش چرخ نمیزند حرکت نمیکنه مرامت وکنی بودم چوه؟ چقدر ما مهمان حرمت میکنیم انی عقیب 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 کی زپاسکاش زپاسکاش حاضر گوش کتاب سوال شما جواب دادید نه زپاسکاش کردید خب زپاسکاش شما همین خیلی میای ثابت کی و حرکت نمیکنه کشوید زپاسکا پشو بیایستد که کای دکور شده اونتاش پشت سونی میموند سونی حرکت میکند ماشین گردستگی نه ویا میگردد که زپاسکا نیه میایستد که جوش به چه میایستد نه گردد تو سن این همه چیز میایستادگی میندین کسب موافق هم تو من فقط این چیزی میایستادگی میبینم آخرین سخن برای عبدالخلیل لکادی پسته هم سلامت باشید تشکر زیاد ما دوستان عزیز و ارجمند صحیفه های برنامه رو برای شما یک به یک گفته ایستادیم و اینجا رسیدیم به صحیفه شاعری برنامه امروزی ما محکم جانی بحریدین که امروز جشن زادروز هم دارن دوستی عزیزی ما مرحمت دوستم امروز با چی دستاویز آمدید جایی که ما دستاویز کنیم این کس با چی دستاویز آمدن چپا کارا من با پیشنهادی دوستم الیاس جان اكو اینها دوای دفع دوتا لطیفه گفتن هر دوشان گپاشون اوجه معافیه شدگی گپی الیاس کی سرودی گلناره می آید برقص از استاد اسدالله عطاباللهیف درباره همین دوستانی که به گپ می آیند هر هفته یا نمی آیند عموما درباره اشتراکیانی گپ سلامت باشید باور کنید وقتی که شهرهای میرخانه دادم بسیار سربلند از آن میشود که بسیار تعریف کرده من هم محکم جان میشود است که آینده لطیفه گویید بسیار نقص کرده گفتید همون درباره گول و فالبین گفتن که این کس همون و سبب شدی نمیدونم خیلی بای دادیم مالش رفتیم مالش مرحمت الیاس جا می آید بگم تاری رو بابش جور شد الیاس جا می آید بگم دایره در کف نور شد هلال جا می آید بگم دایره در کف نور شد هلال جا می آید بگم ماشه بچه هزار نمیگردد خلیل از حرفی شخصانی بخیل
بزار نمیگردد خلیل از حرف شخصانی بخیل اصلا نمیگیرد بدیل هر هفته می آید بگر اصلا نمیگیرد بدیل هر هفته می آید بگر بله چرا مظفر کم نما پولش نوش آن بچه شوخ و بلا چرا نمی آید بگم آن بچه شوخ و بلا چرا نمی آید بگم هرگاه که بایم این مکان بالیده گردد تبمان هرگاه که آیم این مکان بالیده گردد تبمان حرفی خوشند در هر زبان رفیقا می آیند بگم حرفی خوشند در هر زبان رفیقا می آیند بگم تاری رو با بشگر شد ایلیاس جان می آید بگم تاری رو با بشگر شد ایلیاس جان می آید بگم دایره در کف نور شد ایلیاس جان می آید بگم دایره در کف نور شد ایلیاس جان می آید بگم رفیقا می آید بگم رفیقا می آید بگم رفیقان با زیتون می آید میدانستگی ها میگوید که امروز هلال دینا دایرش ترنگ ندیدگی ها چی؟ ندیدگی ها این نواختنش و افجگیریش خودش هم کیفش ترنگ بود امروز دیدگاه میگوید که محکم جان جدا شعری نغز نویستم دیان ندیدگی ها چی؟ همین مقیمه کردیم ندیدگی ها اکو دادارم اسدالله عطاالله قریب برامده آمده ما همون آدمی با کارم که همینه نوشته است باور کنید شما یکم میزنید میگویم نیه گرفته سمرقند برو دیدگی ها میگوید که ایلیاس جان همین وای به سرود با همین رباب همین خیلی خوشبو نواخت ندیدگی ها چی؟ از نامی خودش بشودن بعد اصولا میکند سلامت باشتم سلامت باشتم خب عبدالخلیل شما هم نگاه کنم اگر متن شعر به شما هم در آمدید وایده فتوکت شدید این دفعه در آوردیند اینا اکو همیخه حساب کنید که وقتی مردنی محکم باید وصیت با شما میداره خرسک از دو طرف دیده خرسک از دو طرف قبر خوش رو کده سلامت باشم اینا هم زادروزه فکر کرده هم آخرت هم فکر کرده این محکم جانه دیدگی ها میگوید که سویتفار باین ندیدگی ها چی؟ ندیدگی ها میگوید که سرخ باشن هم هایکون تا میگوید خیلی به هر حال جشن زادروزشون مبارک باشد به هر حال دیدگی ها میگن که همین جشن زادروزشان 17 ساله 18 ساله با این افتشان گفته ندیدگی ها چی؟ ندیدگی ها این خیلی افته 30 سال به آدم زنده کردن گمان میگن نه هم دیدگی های و هم شرح نویس ها میگن که محکمی واردین بسیار شعرهای نغز ایجاد میکنن ندیدگی ها چی؟ ندیدگی ها به آزارخش کارشان بودن اما محترم شرح می نویستگی ها التماس شاتی و یا 500 وعده کردگی هاتان پتای تان اکازی وعده کردگی دربارش گفت زدیم با کمنه شما موبایل میگیم اما با حاضر همین وعدگی یاد بنه بیاریم حاضر رو
راستی گپ کنی بادامی ها این طرف پا گذاشتین امروز نقص کردین درخت یک جو بی کنی بادامی سه جور جو دیدگی ها میگوید که کانی بادامی ها باید طرف گذاشتی هم ندیدگی ها چی؟ این های هم خوجندی شدی هم وای دفعه درباره قاش گپ مول شد الان سیگت سال دورتر بموندیم نه به هر حال لایحه بای بابا سلامت باشتون نقص رحمت باور کنید نزد محکمه بریدین بشین تا باز یکی ویس میگیرید دیدگی ها میگوید که این دفعه بچه های استنداپ ایسی به گذاشته است ندیدگی ها چی؟ کجا جا خالی مانند همونجا میشیند دیوه ها بابا چی به اون طرف بشید که میدونیم گریخته برفتن اصلا دخترش بواش بوا ها گود پیش رسول سریالوی برزیلسکی میدیدگی هست یا شما گود niye o izahı joni bu ama ne miydi damftas? Тренинги Said Murodako davlat spor haftagi oradan biznesler jamiyatı xalosdi. Duta bachcha akokor haftas. Aunca bromda goyid badi khatmi hamunca sertifikatun litsenziya girifte Arabiston ba buraftiyan. Jo aku diga vaynedi. Biyobon, oftob garm. Yaktaşon in taraf be choyxona, yaktaşon badi yak 20 kilometre atidagi choyxona. Turistlar omadagi. Havo garm, ob nist. Ama choyxona badromda what have? Tumran این اکاش حسن جان کلانی گاستو گفتیم واته گفت گاستو گرید گاستو میگن گاستو میفروشم من بیاباننده گاستو ناو گفته پیاده شطورا کشولا کرده برفته است بعدی یکونیم روز چنگ ذکر که همش اومد ذکر ها گفت گاستو گفته است گاست که فروختیم چرا گاستو گفته گفت اون جنگی چایخونه بیا گاستو آب نمیتیاد گفته این یک سیستمی ساده دیگه رفتگی افندی درباره افندی گوزن افندی زنش فقط آفتابچی خودم آفتابم گفته گم مزدسی آشناش گفته است که گوشکو و زنتان قدر خوشگونه بینو کک باشد چه و آفتاب گفته آفتابم گفته گم میزنید گفت آفتاب نگاه کنه نمیتونی که همون با این گپتی دوکاستیانو کامera بشتینو یکتاش مستالچه بشنن یکتاش دار هفته گشتستی ها تینجیمی کی وای می و گپو هایکو اینو شتگی نیه گفته فکر کند می همه گفت هر هفته استم خودی مثلا فلان چی شتاس نگفت رفته استم گفت تیز شین تیز می بروی گفت است یک زن و شوهر دختر برفته است بله ای خیرات گفت نه زور تمپتون ندارم میگم نه مالش یک زن و شوهر پیش دختر برفته زنش گفت است که امین روزی دراز من شوم به گام میزنم اینا هیچ جواب نمیتن اینا اصلا کسال شده یا با بینید دیگر اینا کسال نه اینا دو تالانتشون هایفتگی حتی مردک روی دریا با این پیشی چارخونه با اینجا ایکو فریل هم تی بیاد حتی مردک وقتی تابستونو مردک پیرکی یک 50-55 یادگار جان بچم این طرف بیا یانده کن چلا تا پاچ کته جمع یادگار جان تیسته شمزه خیلی همجه داد نگید یا کی گد نبیرم هدر هم یاد تید گد من نمیتونم افتاد یک بچه داداش پست است که دادا همه چارن یومر زی گد اگر چارن یومر می ها ماده که دوسمی پوچکاش نیست است گد دادا من چشمم کرد نمیبینم گد من می چارن یومر دیگه است دینه دادا گفتم که دادا شما حقونه من اگرات یافتگی میگم بچم تو نوشته آمدن گیریم ما توی هر جای یافته میگیریم این خیلی ننوش درباره همین بچه ها گفتی تو اکو درسی وایبه بیولوژی و درس سوال دادوسیان که همین دنیا آب میگشتگی 5 تا حیوان 5 تا جانزاد نامش گفت قرباقه گفته است یافتی با 4 تا گفت داداش بواش اکاش اوکاش یاری از همون بچه کودک و داداش با اومده گفته داداش اکون بای خداش بتین اومده گفته است که دادا پول توپ کاشتیم گفته است ایه هم مالش گازن این دفتر گفت بسین ساخته دیم مکتبه همین حوزش نوری نخ مالش ساختون شما یاردم نمیکنید میگم سم نمیتید گوش کن بچه‌م من تو یکم یاردم نکنم نتونستین کو همون وقت یاردم میکنم فرضاً گوهری چشم بسین ساختون اوبا شما افتاد وای مکتب طلبه خوش İlyas جان درست راست شد درست kim terk etti şab gud malime nemidan ama xorafti budam
як ва агентство шуда шудасти ва ҳайвонои амин гумшудаи меёфтагӣ корхона пайдо шуда суд бирӯ находаган телефон кардину салом алейкум шумо ми ҳайвонои меёвитон мегӯдаган ҳа гуфтааст мана як гурбам гумшудагӣ гӯдаган гуфтааст ки набениди мо тӯтиҳои 250 сомони ёфтасим ки гурба намековем гуфтааст чӯе гӯдаган 50 сом мо ҳозир абозор шумо гурба ёфта наметонем гуфтааст خب دوستان عزیز به همه شمایان عزیز من گفتنی هستم که هر یک چیز آغاز دارد با انجام هم دارد نه اینجا من نگاه کنم اگر او علامت طرف آشپز استاده قریب کفکر ترش من میغوراندگی به هر حال بیایتم به برنامه امروز حسنی خاتمه میبخشیم به همه اون نفرانی که امروز شرکت کردن در برنامه یک جهان منتداری برای دوستان عزیز ما از شهر کنی بودم شهر خوش آمدیدتان یک بار دیگر لیکن امروز بی‌نهایت نغز بود البته گپی که من گفتم خانه زادروز صاحبش به میهمانداری میکنیم البته این روز محکم عزیزی ما شما همین بیگاه خانه شما گرفته میرم نوادو اگر اینا نبرن اگر و یانده این پارک این من نرویتون من این باغو گذاریتون اگر و اسکمیکای خالی های نه عبدالخلیل مردمی ما مهمان نواز مهمان نمیترسد شما وای نکنتون بابا جان غفور کنه جبار رسولوف بمیسونید جدا نباشد قبرستان اینا میره بیاید تا نمی قبرستان هم دلم بزن با همه شمایان عزیز بحری علمی نشسته تماشا کرده کمی باشه هم تعبیر شما ما چاق کرده خوش کرده باشیم سر ما با آسمان میرسد یک تا آشی پلاو همین شوخش گیریم کنیم رفتیم آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان لذت برد دل و جان آشی زیتون و بیا آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه آشی پلاو